و اولین باری که من حس کردم که یک نقطه عطف در زندگی من به وجود آمد زمانی بود که من خاطرات شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام را مطالعه کردم. ابتدا از تاریخ اسلام شروع کرده، بعد از او حسن البنا، نجم الدین اربکان، احمد شاه مسعود و بقیه بزرگانی که چه در داخل افغانستان و چه در خارج افغانستان مثل علی عزت بیگویچ، اینا را که من مطالعه کردم دیدگاه مرا در قبال جهان متحول کرد. ولی در این خصوص که در قبال شخصیت‌هایی که در ترکیه نشر و نما یافتن چی فکر میکنم، خب بدایتا به ذهن من مولانا جلال الدین محمد بلخی میآید که درست است در افغانستان تولد شد ولی واقعا جایی که او را مولانا ساخت ترکیه بود. در کنار از او در دوران معاصر ما شخصیت‌هایی که بیشتر اونها را مطالعه کردیم، اشعار یونس امره از جمله چیزهایی است که ما را به مطالعهش گاهی میپردازم. در کنار از او سزای کاراکوچ، نجیب فضل aynı şekilde Teoman Duralı اینها از جمله شخصیت هایی هستند که من در تاریخ معاصر ترکیه بیشتر تلاش میکنم که چیزهایی که اونا به قلم گرفتن را مطالعه بکنم.